سلام. امروز تو این ویدیو میخوام بهتون بگم که چطوری تبدیل بشید به معلم زبان، کلا مسیرش چیه، چه مراحلی رو باید طی کنید و از لحاظ درآمدی در پایان ارزشش رو داره یا نه. میانگین درآمد یه معلم زبان چقدر؟ من آتیسا منصوری ام و اینجا چنل انگلیسی با آتیسا است و من خودم از سال 1391 دارم زبان انگلیسی درس میدم و الان که سال 1403 میشه یه چیزی حدود 12 سال. البته اون وسط یه برهه زمانی 1 ساله که داشتم رو پایان نامه فوق لیسانسم کار میکردم یه استوپی توی تدریسم دادم، ولی همیشه زبان درس میدادم. برای همین با کوله بالی از تجربه اومدم و همه مدل آدمش رو دیدم. هم توی آموزشگاه‌های خیلی خفن کار کردم و هم خب از سال 99 تقریبا که کرونا شد خودم به صورت خویش فرما سلف امپلوید دارم کار میکنم و چالش های پیش روی یک معلم زبان رو خیلی خوب میدونم. سوال اول، من حتما باید توی دانشگاه آموزش زبان انگلیسی بخونم که بتونم زبان انگلیسی درس بدم؟ لزوما نه. ما معلم های خیلی خوبی داریم که توی دانشگاه رشته زبان انگلیسی نخوندن و از اون ور معلم های خیلی افتضاحی داریم که حتی فوق لیسانس و دکترای آموزش زبان دارن. درسته شرط لازم میشه گفت هست، ولی شرط کافی نیستش. اولین چیزی که شما نیاز دارید برای اینکه تبدیل بشید به یه معلم زبان انگلیسی سطح خوب زبان انگلیسیتونه. باید سطح شما آپر اینترمدییت یا بالاتر از متوسط نزدیک پیشرفته باشه که بتونید معلم زبان بشید. یعنی خودتون راحت بتونید صحبت کنید، تقریبا اشتباهات تلفظی و اشتباهات گرامری نداشته باشید. طبیعی این اشتباهات رو داشتن، حتی ما خودمون توی فارسی هم ممکنه یه سری چیزها رو اشتباه بگیم هر چقدر تحصیلات عالی داشته باشیم، ولی به عنوان یک معلم یه مسئولیتی داری که نباید اشتباه داشته باشی. آره تو گرامرهای سطح بالا اوکی، ولی توی گرامرهایی که قراره به بچه‌ها یاد بدی، مثلا چه می‌دونم اس سوم شخص و آی و بعد کن فعل ساده میاد، دیگه اینا رو نباید اشتباه کنی. این اتفاق هم توی سطح آپر اینترمدییت میفته، پس حتما سطحتون باید اونجا باشه. یعنی مدرک دانشگاهی هر چی که هست شما باید بتونی راحت انگلیسی صحبت کنی. قسمت بعدیش اینه که قدرت کلام باید داشته باشی و بسیار صبور باشی. یه معلم باید بتونه مطلب رو به زبان آموزش، به دانش آموزش انتقال بده و صبر از این بابت که واقعا بعضی‌ها خیلی سخت یاد میگیرن، بعضی‌ها اخلاق‌های عجیب غریبی دارن، بعضی‌ها توقعات خیلی زیادی دارن. همیشه کار کردن با آدم‌ها خیلی سخته. یه وقتی من که خسته میشم دلم میخواد با خودم تصور میکنم که من دارم توی بایگانی اداره ثبت احوال قسمت اموات کار میکنم. مثلا نمیدونم همچین قسمتی داره یا نه. دلم میخواد برم توی زیرزمین تاریک و مدارک مرده ها رو جمع کنم. یه همچین چالنج‌های روانی واقعا بعضی وقتا برای آدم ایجاد میکنه. خب چقدر طول میکشه من به این سطح توی زبان انگلیسی برسم؟ اگه بخوای امتحان آیلتس بدی من میگم 1 سال و نیم، ولی اگه بخوای معلم زبان بشی هیچ حفره‌ای نباید اون وسط بمونه. شاید 3 تا 5 سال آموزش مستمر نیاز داری که بتونی ایراداتتو برطرف کنی. یه معلم زبان انگلیسی باید اهل تماشای فیلم و سریال و گوش کردن به موزیک و پادکست باشه، چون زبان آموزت سر کلاس ازت میخواد. پس اگه یه آدم خنثی بیحال خسته‌ای، واقعا این کار به دردت نمیخوره. توی این ویدیو قبلی که من چطوری معلم زبان شدم بهتون گفتم من تحصیلات اولیه‌ام فیزیک بوده، فوق لیسانس فیزیک داشتم. فیزیک درس دادن چالشش با زبان درس دادن خیلی فرق میکنه. تو اگه میخوای یه معلم فیزیک باشی باید قدرت کلام فوق‌العاده بالا داشته باشی، ولی اصلا نیاز نیست آدم اهل فیلم و سریالی باشی. اصلا نیاز نداره یه دانش آموز فیزیک و ریاضی بهش فیلم و سریال یا مستند پیشنهاد کنی، فقط باید کتاب نمونه سوال بهش بدی. ولی تو حوزه آموزش زبان نه، شما باید به همه چی مسلط باشی، اطلاعات عمومی بالا داشته باشی، چون نوع رفتار با یه دانش آموز 18 ساله‌ای که چه میدونم از بیرون از دیت اومده سر کلاست با یه
مهندس مثلا 36 ساله که توی کارخونه کار میکنه متفاوته. از اونجایی که ما با همه قشر آدم در ارتباطیم، باید بتونیم متناسب با سلیقه آدم‌ها خودمون رو بریزیم توی ظرف اون آدم‌ها. بدترین کاری که میتونی بکنی به عنوان یه معلم زبان اینه وقتی هنوز دانش کافی نداری بری معلم بچه‌ها بشی. درسته بچه‌ها سطح خیلی پایینی از درس رو میطلبن، ولی بچه‌ها خیلی سریع یاد میگیرن. شما اگر یک معلم زبان خوب باشید که توی کلاس بچه‌های 7 ساله کلا انگلیسی حرف میزنید، سر 1 سال تمام بچه‌های شما دارن انگلیسی حرف میزنن. ولی اگه فارسی حرف بزنی، این بچه تا 16-17 سالگیش هیچ وقت انگلیسی حرف زدن رو یاد نمیگیره. اینقدر مسئولیت بزرگیه. حالا یه معلم زبان انگلیسی باید چه مراحلی رو طی کنه؟ خب راجع به دوره TTC خیلی شنیدید. Teachers Training Course، دوره آموزش دبیر. توی این دوره به شما آموزش میدن که چطوری تدریس کنید، چطوری امتحان بگیرید، چطوری ایرادات زبان آموزاتون رو برطرف کنید، چطوری بهشون تمرین بدید. اگه زبان آموز شما رایتینگ خوبی داره ولی نمیتونه صحبت کنه، چه تمرینی باید بهش بدی که اسپیکینگش خوب بشه؟ اگه زبان آموز شما دایره لغتش کمه ولی گرامرش خوبه، چه رفتاری باید باهاش نشون بدی؟ اگه زبان آموز شما لسنینگ خیلی قوی داره ولی تلفظ خوبی نداره، باید چی کار کنی؟ چالش هایی که همه مدل آدم میان سر کلاس شما توی سطح های مختلف و توانایی های مختلف. اگر TTC برید معلم بهتری میشید. اگه TTC نرم میتونم معلم زبان بشم؟ بله، همه ماها توی کلاس زبان رو یاد گرفتیم و کافیه اون معلم خوبه بود که ازش من خیلی خوب یاد گرفتم، از اون تقلید کنم. من خودم 2-3 سال اولی کلاسش درس میدادم اصلا دوره TTC نرفته بودم و فقط تقلید اون معلم خوبه رو میکردم. یه معلم خفنی داشتیم که من همه چیزم رو توی زبان خواندن مدیون اون بودم و هر کاری اون میکرد منم ادای همون رو سر کلاس در میآوردم و معلم نسبتا خوبی هم بودم. ولی خب تو یه جا داشتم درجا میزدم که بهتر نمیشدم. زبان آموزای من یه سری مهارت‌ها رو یاد میگرفتن، توی یه سری مهارت‌ها میلنگیدن. رفتم دوره TTC، تازه فهمیدم خب اوکی، مثلا من 50% کارهایی که میکردم درست بود، 50% کارهایی که میکردم اشتباه بود و با کمک دوره TTC یاد گرفتم چطوری باید اینو منیج کنم. مثلا روش‌های تدریس مختلف رو یاد گرفتم و اونی که به روحیه خودم و زبان آموزم میخوره حالا اونو انتخاب میکنم و سر کلاس با زبان آموزم کار میکنم. حالا TTC کدوم آموزشگاه برم؟ یه حقیقت تلخی هست، توی ایران هر آموزشگاهی به شما فقط گواهی پایان دوره میده. یعنی اصلا این مدل نیست که مثلا TTC آموزشگاه X از آموزشگاه Y معتبرتر باشه. همه آموزشگاه به شما یه گواهی پایان دوره TTC میدن. حالا یه آموزشگاه میاد دوره رو تو 20 ساعت برگزار میکنه، یکی تو 10 ساعت، یکی تو 40 ساعت. در نهایت همشون هم یه چیزی رو به شما میگن. اینو از من میپرسن، میگن خب حالا کجا برم؟ به نظرت کجا برم؟ به نظر من به جیبتون نگاه کنید، چون دوره‌های TTC از 600-700 هزار تومان الان تو روزهای اول پاییز 1403 قیمت دارن تا 10 میلیون تومان، 12 میلیون تومان. ببین بودجت به کدوم میخوره، تایمت به کدوم میخوره. آنلاین برم TTC؟ بله آنلاین برو. چی میشه مگه؟ من خودم دوره‌های TTC آیلتسم رو به صورت آنلاین رفتم و به نظرم خیلی مفید من ایجاب میکردش که آنلاین برم و بسیار هم یاد گرفتم. دوره بسیار کاملی هم بود و سر کلاسام هم خیلی به دردم خورد. تدریس بین‌المللی هم داریم. بله، دوره سلتا، دلتا، همه اینها دوره‌های بین‌المللی هستن که توی کشور قشنگ ما برگزار نمیشه. دوره ها مثلا یه دفعه 4 هفته 5 هفته است و شما باید برید در یکی از کشورهای دوست و همسایه که اکثرا من دیدم هنوز بنده رو نطلبیدن دوره های سلتا و دلتا، ولی خب تو برنامه خودم هم هست که شرکت کنم که میرن 4 هفته توی مثلا باکو یا مثلا ازمیر یا استانبول میمونن. اکثرا من دیدم که میرن ازمیر به خاطر هزینه اون 4 هفته موندن. اون ازمیره راحت تره.
اینکه هزینهش چقدره و چقدر باید وقت بذاری باید برید توی سایتش نگاه کنید. من آخرین باری که چرتکه انداختم با دلارمون با هزینه 4 هفته اقامت توی ترکیه یه چیزی حدود 160-70 میلیون تومان شد. شاید هم اشتباه حساب کردم، اگه اشتباهه بهم. اما بریم سراغ درآمدش. خب اول راه که شما داری زبان درس میدی که موقع درس دادن 60 پات میره تو چشمت، واقعا نباید توقع پول زیادی رو داشته باشی و خب طبیعی هم هست. همه باید این مسیر رو طی کنن. اولش که میری 4 تا بچه کوچولو بهت میدن که امتحان صبر الهیه، یعنی خاله خاله گفتن از دهنشون نمیفته. این گریه میکنه مامانم رفت، اون میگه خوراکیم تموم شد، اون میگه تیچر من یادم نمیاد قرمز چی میشه، و بغلش کنی، نازش کنی، بوسش کنی. خیلی برای من سخت‌ترین دوره تدریس هم همون مثلا 2-3 ترمی بود که به بچهای قبل از سن دبستان درس میدادم و واقعا یه خسته نباشید میگم به تمام معلم‌هایی که دارن تو این سن کار میکنن. خیلی صبر میخواد، استقامت میخواد، خیلی حال خوب میخواد. حتی بچه‌ها با رنگ لاکت هم میانگین دستمزد به یه معلم برای هر ساعت تدریس توی این سن بچه‌ها توی شهرهای مختلف متفاوته، ولی تا جایی که من میدونم ساعتی 12 تا 18-20 هزار تومنه. یعنی بیشتر از این واقعا اگه جایی دیدید که تو این سن دارن بهتون پول میدن، بدون خیلی داره زیاد بهتون میده. بعد از یه مدت که ارتقا پیدا کردید توی آموزشگاه میان بهتون کلاس‌های یه ذره بالاتر میدن. حالا بچه‌هایی که با خواندن نوشتن یاد بگیرن و میرن توی مدرسه. حداقل باید 1 سال حتی 2 سال باید به نظر من توی این رده کار کنید. چالش‌های خیلی زیادی داره. اینکه چطوری با نوجوان‌ها ارتباط بگیرید، هم برای خودتون خوبه، همین که مثلا این کتابای تینیجرها کلی نکته داره. یعنی اصلا مهم نیست سطح چیه، مثلا میبینی راجع به یه حیوانی داره اطلاعات میده که خودت هم نمیدونی و اون حفره‌ها بود. بعضیا من میگم مغز بعضیا، دانش بعضیا شبیه پنیر دیقوانه، دیدی سوراخ داره، اون سوراخ‌ها رو دونه دونه پر میکنه تا اینکه شبیه یه پنیر خامه‌ای بشه و آماده این بشه که بیاد توی سطح بالاتر. سطح تینیجر کار کردن تا جایی که من میدونم الان، دوباره میگم اوایل پاییز 1403 دستمزد بین 20 تا 70-75 هزار تومان برای هر جلسه داره. یه کوچولو هم من بهتون یه نخ بدم، یه گرا بدم. الان یه نفر که میره توی یه شرکتی به صورت تمام وقت در روزی 8 ساعت کار میکنه، طبق قانون اداره کار حدوداً ماهی 8 میلیون تومان باید حقوق بگیره. این آدم 5 روز تو هفته، یعنی هفته 40 ساعت یا 44 ساعت کار میکنه. یه ضرب تقسیم کنی درآمدش برای ساعت همون ساعتی، حالا بسته به حقوقش و ساعتش، بین 50 تا 70 هزار تومنه. یعنی اگر شما روزی 8 ساعت کلاس داشته باشید که نخواهید داشت، واقعا این اتفاق نمیفته، درآمدتون انگار ماهی 8-9 میلیون تومنه. یعنی از اون آدم کمتر نمیگیرید که چه بسا دارید یه جاهای بیشتر هم میگیرید. عموما ساعت کاری یه معلم زبان از ساعت 4 بعد از ظهر شروع میشه تا 9 و 10 شب و ممکنه حالا 1 کلاس یا 2 کلاس هم سمت صبح داشته باشید، ولی آدم ها یا شاغلن یا محصلن و همشون ساعت 4-4 و نیم به بعد آماده اینن که توی کلاس زبان. اما خب حالا با خود داری حساب میکنی ارزش نداره زبان درس دادن. اصلا این مدلی نیست. کافیه شما سطحتون بیاد بالاتر، کافیه شما یک معلم خوب باشید، خلاق باشید، پر انرژی باشید، اطلاعات عمومی خوبی داشته باشید. اینجاست که آدم‌ها بیشتر ازتون یاد میگیرن، میگن این همون معلم باحال است. باهاتون کلاس خصوصی میان. کلاس خصوصیه که درآمدش زیاده. برای یه معلم معمولی، برای سطح مثلا دبیرستان که بخواد به تینیجرها کار کنه، مثلا کتاب‌های فامیلی اند فرندز یا بیگ انگلیش، حداقلش 150 هزار تومنه تدریس هر ساعتش. و شما روزی 3 تا کلاس خصوصی داشته باشی میشه روزی 450 هزار تومن. 10 روزش میشه 4 میلیون و 500. دیگه خودتون حساب کنید. بازم هنوز به اون درآمدی که من میخوام راجبش حرف بزنم نرسیده. حالا شما میتونید مثل 98% معلم‌های زبان توی همین سطح درجا بزنید و با یه درآمد بخور و نمیری بمونید.
میتونید خودتون رو آپدیت کنید. دوره های تدریس موضوعی برید. مثلا برید دوره تدریس بیزنس انگلیش، یعنی انگلیسی تجاری. من خودم انگلیسی تجاری کار نمی کنم، ولی میدونم حداقل دستمزد یه معلم برای انگلیسی تجاری ساعتی 350,000 تومنه. یعنی شما با روزی 3 ساعت کار حداقل میتونید 1,000,000 تومن درآمد داشته باشید. میتونید سطح خودتون رو ارتقا بدید و بشید معلم خصوصی سطح بزرگسال به صورت جنرال انگلیش. جنرال انگلیش هم ساعتی 270,000-80,000 تومن حداقلشه، حداکثر نداره. یعنی ساعتی 600 تومن هم داریم، 800 تومن هم داریم و واقعا هم دارند معلم ها بابت این دستمزد پول میدن. هرچی معلم سطحش بالاتر، سوادش بیشتر، قدرت انتقالش بالاتر، دستمزد بالاتری برای کلاس میگیره. یه معلم با سابقه کار حدوداً 10-15 سال تو حوزه تدریس بزرگسال، اون 4-5 سال اول من حذف میکنم و سطح سواد خوب ساعتی 400-500 هزار تومن رو برای تدریس میتونه بگیره. میتونی معلم آیلتس بشید. برای اینکه تبدیل بشید به یک معلم آیلتس باید اول اینکه شناخت کافی به آیلتس داشته باشی و دوره‌های تدریس آیلتس رو برید. آیلتس یه ذره چالشش زیاده، چون علاوه بر اینکه شما باید بدونید چطوری زبان آموز سطحش رو بیاری بالا، چطوری بهش هر اسکیل رو یاد بدی، مثلا لسنینگ، تسک تو رو اینجوری بعد از اینکه اینا رو یاد گرفتی باید یاد بگیری. چالشش اینجاست که چطوری یه زبان آموزی داری مثلا همه اسکیلا رو 7 گرفته، ریدینگش رو 6 میگیره، چطوری اینو بکنی 7، چطوری بری ایراداتش رو پیدا کنی. همچین معلم هایی ساعتی 1,000,000 تومن درآمدشونه، ساعتی به ازای هر یک کلاس که 1 ساعته 1,000,000 تومن هزینه باید پرداخت کنید برای کلاسشون. حتی من کلاس‌های 1,500,000 هم شنیدم که هست برای معلم ها. دیگه خودتون حساب کنید که چه درآمدی میشه. چقدر طول میکشه من از این معلم کیدز تبدیل بشم به این معلم آیلتس؟ راستش برای این نمیشه زمان گذاشت. بستگی به خودتون، توانتون، موقعیتتون و شرایطتون داره. مثلا من اون زمانی که رسیدم به اون مرحله درجا زدنه کرونا شد. کرونا خیلی بر من خوب بود. البته بجز اون وقتایی که مریض شدم و داشتم میمردم، توی حوزه کاری من خیلی بر من خوب بود. اول اینکه دیگه آموزشگاه نرفتم. خب این یه مزیت خیلی خوب بود برای من. دوم مزیتش برای من این بود که شروع کردم به ارتقاء شخصی. حالا باید مردم به من اعتماد کنن که فقط یه اسمم آموزشگاه نیستم و بیان از من آموزش بگیرن. برای همین من باید سطحم ببرم بالا، باید دوره‌های بیشتری برم. این احساس نیازه به پول و زبان آموز باعث شدش که برم سراغ ارتقاء خودم. هر چقدرم توی رشته غیر مرتبط تو میتونی معلم زبان خوبی باشی، وقتی آکادمیک یه رشته رو میخونی معلم بهترتری میشی. واقعا کلمه بهتر از بهترتر براش پیدا نمیکنم. مقالاتی که میخونی و اطلاعات به روزی که به دست میاری شما رو تبدیل به معلم بهتری میکنه. اگه برگردم عقب دوباره معلم زبان میشم 100%. زبان درس دادن خیلی لذت بخشه. یه روزی خستم و حوصله مثلا دارم میگم کار کردن رو ریدینگ رو ندارم، با بچه‌ها سر موزیک کار میکنیم و من حال خودم هم خوب میشه. یه روزی زبان آموز من استرس داره و فکر میکنه اگه لسنینگ گوش بده حالش بدتر میشه، با هم دیگه اسپیکینگ کار میکنیم. زبان درس دادن خیلی حس خوبی داره و اینکه میبینی زبان آموزات یواش یواش سطحشون میاد بالا و بالاتر. این بسیار لذت بخش. اگر شما هم سوالی در رابطه با تدریس و TTC و همه اینها دارید میتونید توی کامنت ها از من بپرسید، یا اینکه کافیه توی تلگرام یا اینستاگرام اسم منو بزنید میاد دایرکت، کامنت، پیام، همه جا من هستم. مرسی که تا آخرین ویدیو با من بودید و امیدوارم که بهتون کمک کرده باشه این ویدیو که بتونید یه تصمیم درست و اصولی بگیرید. Goodbye.